دادگاه ناحیه شاه منصور تاتیانا خوژینا شهروند روسیه را با پرداخت 100 نشان دهنده جریمه موظف کرد. دادرس جورخانزاده مسرور گفت که خوژینا میتواند با پرداخت 5000 سومانی مبادل به 561 دلار ایالات متحده آمریکا در مدت 10 روز از تاجیکستان به وطنش برگردد و همچنین او میتواند در دوام 3 روز دیگر حجت‌هایش را از دادگاه بگیرد. خود خوژینا میگوید که این حکم نسبتش غیر انتظار بود. По такой статье, которая проходила, суд был با اون مدتی که پرونده پیش می رفت قرار دادگاه در نسبت من سودآور بود. اون چیزی که از دستش می آمد این تعیین کردن همین جریمه کم بود، ولی به هر حال 5000 سومانی پولی کلان است. هنوز نمیدونم که از کدام حساب پرداخت میکنم. باز باید چیپ بخرم. تا 3 روز دیگر می توانم آمده حجت‌هایم را از دادگاه گیرم و در مدت 10 روز باید جریمه را پرداخت نمایم. رستم حکیموف وکیل دفاعی تاتیانا خوژینا میگوید این پسترین جزایی بود که دادرس میتوانید در نسبت زیرحمایه او روا بیند. Судья, как мы предполагали, ему مثل که ما در نظر داشتیم، دادرس در نسبت زیر حمایه من حالتهای سبک کننده جزا را روا دید. مثلا این دلیل را که او در تاجیکستان زندگی کرده است، در ماده 61 این نکته درج شده است. همه این را به نظر گرفته جریمه از همه مینیمالی را تعیین کرد که این 100 نشان دهنده یعنی 5000 سومانی می باشد. نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان الکس ژوکوف که رفت مرافعه دادگاهی خوژینا را نظارت میکرد گفت از حکم دادگاه راضی است. این دیپلمات روس در روبروی خبرنگاران گفت که در رفت مرافعه دادگاهی هیچ قانون شکنی را احساس نکردند. همش در دوره قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان گذشت. از جانب ما یگان ایراد وابسته به رفت مرافعه نبود. دادستان برای تاتیانا خوژینا 6 سال زندان را طلب کرده بود. این شهروند روسیه در تاجیکستان با قاچاق تنگه زمان شاهیگری روسیه متهم می شود.